و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این که میدانید کتمان نکنید و نماز را بپادارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید؟ با این که شما کتاب آسمانی را می خوانید آیا نمی اندیشید؟ از صبر و نماز یاری جویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خاشعان گران است.